قراره مسافت 900 کیلومتر رو هیچ هایک کنیم. وایسادیم بیان سوارمون کنن. قراره تا چابهار رو هیچ هایک کنیم، ببینیم شانسمون کدوم ماشین نگه میداره سوارشیم. فعلا کسی رد نمیشه. میخوایم بریم دم ببینیم ماشین میتونیم پیدا کنیم. پره این پره ولی من پیدا میکنم. ارایدن نمیبرم. این کدوم رو سوار کنم؟ داره نگه هم میداره. میره اون بر. نه ما اینجا چیزمون بود، با بچه همون اینجا بودیم. اینجا ماشین نمیاد ما رو تا کمربندی ببره، دیگه مجبور شدیم بیایم اینجا. دمت گرم. در جستجوی یک راننده تریلی برای بردن ما به چابهار هستیم. هنوز به مرحله گو خوردن نیفتادیم، نرسیدیم. ما همچنان فکر میکنیم که میتونیم راحت به چابهار برسیم. میتونیم اگه ببرم. اون تریلی که اونجا میبینید وایساده، اون گفتش که ما یه ماشین گیرمون اومد و ناس کردیم. آره. الان اون گو خوردن تا بمو داریم. آره اون خیلی هم خوشگل بود، ماشینش قرمز بود، همونی که تو فیلم قبلی بهتون نشون دادم. ایشون گفتن نه وایسی، انگار مثلا اینجا همه ما رو میبرن، وایسی مقصد چابهار پیدا کنیم. یارو میخواست تا بم ما رو ببره. حالا هیچ ما رو قبول نمیکنه ها. آیا یک تریلی ما را به بم خواهد برد؟ هیچ کس نمیداند. شاید باورتون نشه ولی یکی میخواد ما رو ببره. اون تریلی میخواد ما رو ببره. خدایا آقای راضی شد ما رو ببره. تریلی رونیزو بگیر. اینم خوبه قبیل میکنه. این جوونا با آدم بود همه. ماشین ما رو فهمه کرد. تصویره رو بگی بیا. سلام. من اینجا بشینم. آدمه دیم گفتی تا بم میری؟ آره ما رو همون پلیسرا یه جایی که دقیقا باز بتونیم ماشین بگیریم ببری عالیه. امید خدا. همه دیم بدتر شده الان، خیلی بدتر شده. حالا تهرانش اوضاع خراب شده، برق نیست، نمیدونم چه گاز رو تو سرما قطع میکنن. اینجا که هیچ، اینجا همه مردم شلوغ کنن. رسیدیم بم. حالا باید تا پلیسی ها یکی ما رو ببره. اونجا اذیتش میشه.
انشالله که خیلی باشه. این روزگار کجا میبره؟ چرا راحته؟ راحت هم نیم ولی دیگه خوب بوده خدا رو شده. بخاطر این هستا؟ ماه قرمز از خودش نگیرم؟ هیچ جا رو نمیگیرم. عرض ادب و احترام ما بعد از هیچ‌های موفقی که با 2 تا تریلی و 4 تا سواری داشتیم خودمون رو رسوندیم به اینجا پلیس راه بم زاهدان. میخوایم یه راست یه دونه تریلی دیگه بگیریم بریم سمت چابهار اگه خوش شانس باشیم. اگرم نشد آقا چابهار، آقا اگرم نشد که ایران شهر میگیریم.